گفتنی ما همی است که این وطن ما است، آرامی است، الحمدلله امنیت است، تامین است، شو بگرد روز بگرد در مملکت مردم چه میکنیم؟ قندوز رستوران भी तुम खुश है। Alemlerin Rabbi olan mehriban yeketek Allah Teala'nın adı bilen aziz, hürmetli görücüler, assalamu aleyküm. Umid ediyorum sağlıkta, aramlıkta yaşap yorulmasanızlar. Elbette bu umid arzular bilen yine hem bugün dostlar Kandahar vilayetinin şehri Nav iklimci nahiyasında karar tapan bizler ki bizlere bir iftihar öz milli giyimimizi giyip burada siz yurttaşlar bilen görünüp otuyuz. Dostlar bizlere unutmanglar, YouTube sadayışı bilgan her daim sizler bilen ve sizler hem dostlar bizler bilen bulunlar. Merhaba dostlar, görüşünüze vaka bizden beğentimizce görüp otuyorsunuzlar. Bizler Kunduz Türkmen restoranda karar tapan. Bugün akşam Kunduz Türkmen restoranının iftitasına sizler hem görünler dostlar. Yakından inşallah Kunduz Türkmen restoran Kandahar vilayetinde siz dostların, siz ildaşların hizmetinde. Sizler dostlar bizler bilen bulunlar, sadayışı bilgan hem sizler bilen. Çünkü bu vilayette kullan Paştun dostlarımız, Paştun kavimlerimiz yaşıyorlar. Şunun için bizlere bir öyle iftihar ki bu vilayetlerde bizler şu öz milli giyimlerimiz bilen giyip aylaniyoruz. Mehriban dostlar, ayçak sözüm sizlere şu, bizlere himayet edinler, her daim bizler bilen bulunlar. Bugün akşam iftitasını hem yakından görürsinizler ve sizler hem benim bilen bulunlar dostlar. Teşekkür, Bernamanın hem idaması var dostlar. مولي صاحب فقط الاستدامه لا هو هذا اللي ده بغلبي ولا سيد سيد لك بريده مش نايم ما تكلم شوي بالك جنجا وباشي داك داك داك
إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. ما امشب در ولایت کندهار واقع شهر نو ناحیه دوم قرار داریم که ترکمن کندوز رستوران یا کندوز ترکمن رستوران. امشب شب افتتاحیش بود و آمدیم گزارش‌های را گرفتیم. دوستان عزیز، صدای شبرغان با شماست. همیشه همراه صدای شبرغان باشید و چنل یوتیوب صدای شبرغان را هم سابسکرایب نمایید. دوستان عزیز، میریم داخل رستوران که گفتنی‌های مردم را هم میشنویم که چه گفتنی داره و ما هم امروز یک افتخار میکنیم که برای خود بر لباسای ملی ترکمنی در اینجا آمدیم و گزارش هم بر مردم هم انشالله میگیریم. دوستان عزیز، سپاستون برسون دیگه. وای ماشاءالله، جزاکم الله. در ترکمن کندوز رستوران içindeyiz. Görünür maşallah بهترین غذاlar, بهترین yemekler. Türkmen işlekisi hem şurada var dostlar. Türkmen işleki hem var. Barıyoruz, aşpazlarıyla hem sözleşiyoruz ve görüyoruz ki hem ayçak sözleri var. Adresimiz Kandahar vilayeti şehri Nav nahiye Dumunda, ikilemci nahiyesinde elbette dostlar. Minnettarchilik bildiriyoruz ki bulardan hem bugün bizler davet eden de ve bizler hem bu restoranda inşallah sözlerimiz var, ayçak sözlerimiz var ve merdimin hem sözlerini eşliyoruz. نام محمد خالد از ولایت لغمان کنترل ایشان بودوبار در جلال آباد میکنم. تقریبا حدود 15 سال میشه. وظیفه ما چوپان کباب است، کره است، مای است. مای در روغن پخته میکنیم، سیخ پخته میکنیم. کره مرغ است، سیخ است به خاطر مرغ دیگه نی ما زبان پشتو یکی، دری دو، اردو سه زبان. ابھی تم کندوز रेस्टोरेंट भी तुम खुश है और जो तुम क्या करने क्या नहीं करने हम भी बहुत खुशहाल हो गए थे. باری باز. البته بیننده عزیز، باز هم یکی از برادران ما در همینجا آمدن گفتنی دارند که ترکمن کندوز رستوران. اول خودتان معرفی کنید. سلام علیکم، زما نوم نثار احمد دی. زه خوشحال هستم چې په ښار کې یو دغه ځای جوړ شو. از غذاهایشان را که امشب مستفید شدیم، چه قسم غذاها بود؟ ډیره خوندوره غذا و چې د نن شپه افتتاح و او د افتتاح ترڅنګ باندې ډیره خوندورې غذاوې هم درلودلې چې فعلا هم ګراکان ورته شروع دي، مینوال ډیر لري. تشکر، سلامت باشید. تشکر از کاکای بزرگوار ما که گفتنی هایشان را درباره ترکمن کندوز رستوران گفتند و حالا میریم که مالک این رستوران چه گفتنی داره برای شما عزیزان. گفتنی هایشان را میشنویم. دوستان عزیز، کلا برنامه های ما پشتون، دری، ازبکی و ترکمنی هست و امشب هم همینطور ریمیکس شد. دوستان عزیز، باز هم همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من عبدی عبدالوهاب جباری از ولایت کندوز می باشیم. فی الحال در ولایت قندهار همراه دوستا هستیم. همینجا باب هتل، رستوران و سرمایه‌گذاری بسیار کلان، یعنی
چند هزار دلار در اینجا سرمایه گذاری کردیم. ماشاءالله خیلی یک هتل مقبولی است. تقریبا حدود 4 ماه اینجا دکوریشن کار کردیم. آیسیب خبر دارن همینجا اقلا کم از کم ما 30 میلیون افغانی زیادتر مصرف کردیم. خود ما کاروبار با تاجر ملی هستیم. در دبی بودیم، بحرین بودیم، عمان بودیم. همین سرمایه خود آوردیم در وطن خود سرمایه گذاری کردیم برای مردم ملت افغانستان، مردم غریبکار افغانستان. همینجا برای حدودا تقریبا 50-60 نفر همینجا فیلال کار پیدا شد. تشکر. مثل خودتان واری کسایی که در خارج سرمایه گذاری میکنن با اونا چی گفتنی دارید؟ والا گفتنی ما همی است که این وطن ما است، آرامی است، الحمدلله امنیت است، تامین است. شب بگرد روز بگرد در مملکت مردم چه میکنیم؟ گرم. امارات 20 سال در امارات بودیم، گرم است. این اقامت نه ویزا نه خوف است. بیاین در وطن خود سرمایه گذاری کنیم. بیننده عزیز، در اینجا یکی از برادران پشتون ما آمدند گفتنی هایشان را درباره همین هتل میگه. اول خودتان معرفی کنید. من ایدت‌الله از کندهار ولایت هستم. از ولایت کندهار. همین رستورانی که در همینجا افتتاح شد و امروز آغاز به فعالیت کرد، شما چی گفتنی دارین برای مردم؟ جای خوب است، خیلی مقبول جور کرده، غذای خوب داره، هر چی خوب داره. و همچنین عزیز میگم که اینجا بیا خوراک کنه، چیزا کنه، خوب جای است. گفتنید به تاجرای ملی دیگه هم هستن که در کشورهای خارج سرمایه گذاری کردن، با اونم خواست داری که اونم باید بیاید به وطن خود ما سرمایه گذاری کنن. بله. زمینه مساعد کار و چند تا از جوانا شد. بله. سلامت برادر. زنده باش. تشکر از برادر. من واقعا گفتنی هایی را داشتم که واقعا قابل قدر است.